سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب امروز اومدم که یه چیزهایی در مورد به حال هوش مصنوعی یاد گرفتم که بهتون آموزش بدم. یه خیلی بیشتر از این وقت تلف نکنیم، بریم سراغ آموزش. 3 گزینه اینجا هست، 1 2 3 4 5 6 گزینه اینجا هست که براتون توضیح میدم و صحبت درست. همین گزینه سیاه رنگ هست که وقتی تایپ میکنید تبدیل میشه به فرستادن پیامتون. مثلا سلام وقتی میزنید تبدیل میشه به و گزینه استوب هم داره، میتونید بزنید که همونجا مثلا دیگه ننویسه، استوب کنه. و روی همین الان که سیاه هست دیدید که مثلا یه بار صحبت کرد، وقتی میزنید روی این به اضافه کنار، البته حتما باید چت جی پی تی تون آپدیت آخر باشه. اگر برنامه رو آپدیت نکردید برید روی، اگر اپل هست توی اپ استور و اگر گوشتون اندروید هست توی فروشگاه و آپدیت کنید. چت جی پی تی بهتون تقریبا 2 روز یه بار آپدیت میده، خیلی زیاد آپدیت میده. و وقتی میزنید روی این به اضافه کنار، این به اضافه کنار رو میزنید، به اضافه پایین صفحه ببینید یه گزینه عکس داره که وقتی میزنید همون وقت میره مثلا عکس. برای عکس برخوام که قطعه، مثل همیشه قطع کردم، میره برای عکس که از همینجا عکس بگیرید و بذارید و آپلود کنید توی چت جی پی تی و حالا در موردش هر چی که میخواید بدونید و بهتون بگه. یه گزینه داره به نام پایینش دینگ یا عکسایی که همینجا دارید، مثلا عکس از مثلا هر اینجایی که دارید عکس ها رو میتونید انتخاب کنید و مثلا الان مثلا این عکس ها مثلا آپلود میکنیم مثلا و در موردش چیزهایی رو که میخوایم مینویسیم. خب اینا حالا خیلی ها میدونن، چیز مهمی نیست، ولی این گزینه که من اصلا تا حالا اصلا نمیدونستم برای چیه، چجور کار میکنه و خیلی جالب هستن و زمانی که شما ازشون استفاده میکنید کاملا بازخورد یا خروجی که هوش مصنوعی به شما میده با زمانی که این گزینه‌ها رو انتخاب نمی‌کنید کاملا متفاوته. ببینید گزینه اول دینگ لانگر، یعنی اندیشه بلند مدت، فکر بلند مدت. یعنی وقتی از این گزینه استفاده میکنید و شما یه چیزی رو تایپ میکنید، هوش مصنوعی چت جی پی تی دقیق میره اون روی اون فکر میکنه، به یه مدت 10 تا 15 ثانیه روی اون فکر میکنه، حتی تا بعضی وقتا یا حتی بیشتر یا یکم کمتر، بستگی داره مثلا چی تایپ کرده باشید. روی اون چیز فکر میکنه، تمرکز میکنه و اطلاعاتی رو که اندیشه میکنه و به دست میاره رو به شما میده. حالا مثلا میگیم که در مورد آینده بهم بگو، بعد پیامتون هم باید مطابق با چیزی باشه که اینجا انتخاب میکنید. مثلا اینو میخواید انتخاب کنید دیپ ریسرچ، یعنی جستجوی عمیق. حالا اینا رو بهتون میگم یعنی چی. مثلا پیامتون هم باید با استفاده از، باید ببینید به چی میاد، همون رو روش انجام بدید. حالا بهتون جلوتر میگم. ببین مثلا این گزینه، مثلا ما میتونیم مثلا برای این گزینه تایپ کنیم که در مورد آینده بهم بگو، بعد میره در مورد آینده مثلا چندین ثانیه فکر میکنه، اندیشه میکنه، همون وقت جواب رو به ما نمیده، فکر میکنه و به ما میگه خب حالا من الان بنویسم در مورد آینده برام بگو. ببینید دینکینگ یعنی در حال فکر کردن. خب حالا مثلا اینجا 1 ثانیه بیشتر نشد چون چیز خاصی نبود، 1 ثانیه بیشتر فکر نکرد. میتونیم در زمینه‌های مختلف درباره آینده صحبت کنیم، مثلا آینده فناوری به ویژه هوش مصنوعی و حالا شغلی، کسب و کار و بقیه. گزینه بعدی وقتی روی همین به اضافه بزنید دیپ ریسرچ، یعنی جستجوی عمیق. مثلا شما میخواید یه مقاله در مورد یک چیزی بنویسید، شما میتونید از این گزینه استفاده کنید،
و مثلا اونجا بنویسید که در مورد این چیز خصوصیاتش رو به من بگو، خصوصیات فزایندهش، خصوصیات مثلا چیزهای جالبی که داره. مثلا یه ماشین رو مثلا میخواید مثلا دقیق بررسی کنه براتون از نظر مشخصات فنی، از نظر هر چیزی که به هر حال مثلا خودتون خب بهش نیاز دارید. این گزینه رو وقتی انتخاب میکنید میره درست روی اون چیز عمیق جستجوش میکنه، میره عمیق مطالب رو توش در میاره و حالا دیگه کارهایی که یعنی ببینید یعنی اسمش اینو و حالا واقعا میکنه انجام میدم. با زمانی که اینا رو استفاده نمی کنید خیلی فرق میکنه. اصلا کلا حتما امتحان کنید، حتما امتحان کنید. اصلا کلا جوابی که به شما میده متفاوت خواهد بود، جوابی که به شما میده متفاوت خواهد بود. مثلا یه بار همجی سوالتون رو تایپ کنید بهش بدین، یه بار مثلا از این گزینه‌ها در صورت که نیاز دارید بهش با این گزینه، با استفاده از این گزینه‌ها سوالتون رو زیر چاپ. گزینه بعدی study and learn. این که خیلی امروزا به کار میاد برای کسایی که میخوان یاد بگیرن. study یعنی استادی مطالعه و یادگیری، مطالعه و یادگیری. بله مثلا میخواید در مورد کتاب بخونید، این گزینه رو بزنید، بعد بنویسید در مورد بعد بگید که مثلا در مورد این کتاب برام بنویس، یا چند صفحه از کتاب فلان چیز رو برام بنویس، من میخوام در موردش بخونم. من مثلا بله. و لرن یادگیری، شما میتونید این گزینه رو استفاده کنید و مثلا بنویسید بهم پایتون یاد بده، مثلا دارم میگم بهم طراحی وبسایت یاد میده و به طور از پایه شروع میکنه و میرید جلو، از پایه شروع میکنه و میرید جلو. این هم از گزینه استادی لرن. گزینه بعدی create image، ساختن تصویر. شما زمانی که میخواید تصویر بسازید خوبه که از این گزینه استفاده کنید که بره رو حالت create image، یعنی هوش مصنوعی رو بندازه رو حالتی که میخواد تصویر خلق کنه. من نمیدونم حالا مثلا اون پشت خودش رو عوض میکنه هوش مصنوعی رو، یعنی میره رو هوش مصنوعی متخصص عکس درست کردن، یا نه خود همونه، خیلی فرقی نمیکنه، ولی باید فرقی کنه چون باید برای بود و نبودش فرقی کنه، الکی که نمیذارن ان شاء الله. وب سرچ، این گزینه وب سرچ پایینی دقیقاً میره توی گوگل و موتورهای جستجو اطلاعات رو از اونجا برای شما میاره، انگار که دارید توی گوگل تایپ میکنید، انگار که دارید توی مایکروسافت ایج تایپ میکنید، انگار که دارید توی کروم تایپ میکنید. بله پس این گزینه هم دقیقاً اطلاعاتی که توی گوگل هست رو به شما میگه. مثلا بذارید من انتخابش کنم، پرید وب سرچ. مثلا بگیم که چند درصد انسان ها افسردن، این میره توی گوگل میگرده چند درصد، طبق اطلاعاتی که خودش داره بهمون نمیده. انسان ها، این برای زمانیه که میخواید از گوگل یه چیزی بدونید، نمیخواید از خودش. البته خودش الان بالاتر گوگل هست، اطلاعاتش خیلی دقیق تر از گوگل هست، اطلاعاتش خیلی دقیق تر از گوگل هست، مخصوصا که نسخه پروش رو دارن، نسخه پلاس، ببخشید نسخه پلاس یا پروش رو دارن، $20 و $200. اونا کاملا همه چی آپدیت شده است، کاملا همه چی به روزه. بله چند درصد از انسان ها چی گفتم یادم، افسردگی مثلا دارن، مثلا افسردگی دارن. ببینید searching the web، جستجو در وب، جستجو در وب، تحت وب. طبق داده‌های سازمان بهداشت جهانی حدود 5% از بزرگسالان جهان در هر زمانی احتمال دچار افسردگی هستند، به معنای بیش از 280 میلیون نفر در سراسر جهان. خب اینم از این جنبندی، و جنبندی هم داره براتون نوشته، میتونید اگر دوست دارید مطالعه کنید. بریم به گزینه بعدی add files. اینجا میتونید فایل انتخاب کنید، مثلا یه فایلی توی گوشی شما هست، یه فایل PDF یا یه فایل به هر حال میخواید اون فایل براتون به هر حال کاری میخواید روی این فایل انجام بدید. حالا اینا که الان آهنگه، اینا فایل نیست، اینا همش آهنگه، و میتونید اون فایل رو بارگذاری کنید. add files، اینجا فایل هاتونه که وقتی میخواید فایل بارگذاری کنید میاد اینجا.
میتونید از اینجا انتخاب کنید و فایلتون رو بیارید و هر کاری که میخواید اینجا بنویسید. اول آپلود میشه و انجام بدید. میریم توی صفحه جدید.